سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به قسمت بعدی آموزش اسکرچ از کانال جونیور کده. امیدوارم که از آموزش جلسه پیش لذت برده باشید و داستانها و گفتگوهای جذابی رو ساخته باشید. خیلی ممنون میشم که ویدیو رو همین الان لایک کنید و اگر کانال رو تا الان سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا از اومدن ویدیوهای بعدی با خبر بشید. بریم برای مباحثی که قرار این جلسه باهاش کار کنیم. این جلسه بچه ها میخوایم یک اصطلاح و مفهوم جدید و یک دستور جدید رو یاد بگیریم که در ادامه قرار کلی به کمکمون بیاد و کلی قرار ازش لذت ببریم و ازش استفاده کنیم. من اسکرچمو باز میکنم و یک فایل سفید و خالی داریم که میخوایم امروز با مباحث جدیدمون پارش کنیم. خیلی خوب بچه من شروع آموزش مبحث رو با طرح سوالی که قراره ازمون پرسیده بشه و برنامه‌ای که قراره ازمون بخواد برامون بسازه شروع میکنم. خب سوال این هستش که برنامه‌ای بنویسید که یک خط با طول 150 و رنگ قرمز برای شما بکشد. خیلی خوب. دقت کنید بچه ها، ما گفتیم دستورات زیادی رو در این بخش میتونیم ببینیم و دسته‌بندی های زیادی اینجا وجود داره که هر دسته برای ما کار مخصوصی رو انجام میده. به عنوان مثال ما فهمیدیم که دسته‌بندی موشن، این دسته‌بندی آبی رنگ، به معنی حرکت هستش و تمام بلاک هایی که اینجا قرار گرفته برای ما بلاک ها و دستوراتی رو انجام میده و در اختیارمون گذاشته که وسیله اونها میتونیم یه کاری کنیم که اسپرایتمون حرکت کنه. حالا هر نوع حرکتی میتونه باشه، میتونه حرکت رو به جلو و عقب باشه، میتونه مثل این دستورات چرخش باشه و یک سری دستورات دیگه که همشون مربوط میشه به حرکت هایی که یک اسپرایت میتونه انجام بده. اما سوالی که از ما پرسیده شده گفته برنامه بنویسه که یک خط برای ما بکشه. بچه ها ما هیچ دسته‌بندی اینجا نداریم که برای ما این کار رو انجام بده. همین الان بهتون اینو میگم که وقتمون رو صرف گشتن دنبال این دستور نکنیم. هیچ دستوری برای ما اینجا خط نمیکشه. خب پس چیکار کنیم؟ پس چرا باید همچین سوالی ازمون خواسته شده، همچین برنامه‌ای گفتم بسازیم، اگر نمیشه داخل اسکرچ همچین کاریو کرد؟ میشه، چرا نمیشه؟ خیلی خوبش هم میشه بچه ها. ولی باید با یک مبحثی تحت عنوان اکستنشن ها یا افزونه ها آشنا بشیم. حالا اکستنشن یا حالا افزونه یعنی چی؟ هم معنی انگلیسیش عجیب غریبه، هم معنی فارسیش. افزونه یعنی چی؟ بچه گفتم که ما هیچ دستوری اینجا نداریم، هیچ دسته‌بندی اینجا وجود نداره که برای ما بیاد و خط بکشه بتونیم به وسیله اون خط رسم کنیم. انگار که یه خودکاری مدادی دستمون باشه بتونیم بیایم خط بکشیم. همچین چیزی نداریم اینجا. اینجاست که به بحث افزونه میاد وسط. افزونه یعنی یک دسته‌بندی و دستوراتی که افزوده میشه به دسته‌بندی هایی که من اینجا دارم. ها، پس افزونه یعنی یک چیزی که اضافه میشه به چیز دیگه ای. افزونه ها داخل اسکرچ دسته‌بندی هایی هستند که به دسته‌بندی های موجود در این بخش اضافه میشن. خیلی خب، حالا چطوری میتونیم به این افزونه ها دسترسی داشته باشیم؟ بچه خوب دقت کنین. این علامتی که اینجا وجود داره بذارین از داخل خود اسکرچ بهتون نشون بدم. اینهاش اگرم موستون رو روش بیارید می نویسه که add extension. add به معنی اضافه کردن، extension هم افزونه. کنار همدیگه بذاریم به معنی اضافه کردن افزونه میشه. ها، پس میتونیم از اینجا افزونه بیاریم.
یعنی چی حالا افزونه؟ یعنی اینکه ما یک سری دسته‌بندی ها داریم که میتونیم علاوه بر این دسته‌بندی هایی که اینجا هست اضافهشون بکنیم و از بلاک هایی که برای ما ساختن استفاده کنیم. روی این کلیک کنم و وارد یک بخش خیلی جذاب میشیم بچه ها. اسکرچ افزونه های فوق العاده جذابی داره که دونه دونه در آینده باهاشون آشنا میشیم، با بعضیاشون باهاشون کار میکنیم. مثلا اگر شما اینجا این گزینه رو ببینید، این اکستنشنی هستش که براتون کار ترجمه کردن انجام میده. یعنی میتونید توی برنامهتون بیاید یه دستوری بذارید که وظیفه ترجمه کردن انجام میده. مثلا اگر من باشم از این افزونه برای این استفاده میکنم که اه، یک داستان بسازم و یکی از شخصیت های این داستان یک مترجم باشه. مثلا مکالمه بین دو تا فرد فرانسوی رو میاد به فارسی ترجمه میکنه اون شخص. خب ما خودمون که همچین توانایی رو نداریم که ما، حالا شاید بعضیتون فرانسوی بلد باشین ولی من فرانسوی بلد نیستم. خب نمیتونم بیام همچین داستانی رو بسازم. چیکار میتونم بکنم؟ میتونم از این اکستنشن استفاده کنم که این اکستنشن برای من این کار رو انجام میده. من فرانسوی بلد نیستم ولی این اکستنشن این کار رو برام انجام میده و میتونیم یک مکالمه فرانسوی و فارسی داشته باشیم و کلی اکستنشن های دیگه. حالا بچه ها شاید تا الان اگر خوب به این صفحه نگاه کرده باشین متوجه یک موضوعی شدید. متوجه شدید که کاری که میخوایم انجام بدیم به وسیله کدوم اکستنشن قابل انجامه. ما گفتیم میخوایم یک خط بکشیم. اگر شما اینجا نگاه کنید یک اکستنشنی هست تحت عنوان پن به معنی خودکار هستش و اگر توضیحات این اکستنشن هم بخونیم نوشته که میتونیم به وسیله اسپرایت هامون بکشیم، حالا خط بکشیم، طرح بکشیم، هر چی. خیلی خب، پس کافیه من روی این کلیک کنم و بفرمایید اینجا یک سری بلاک ها اضافه شده که حالا نداشتیم و یک دسته‌بندی اینجا اضافه شده تحت عنوان پن. این مفهوم اکستنشن یا افزونه است. دستورات جدیدی برای ما اینجا اضافه شدن. خیلی خوب، حالا بریم یاد بگیریم که چطوری میتونیم ازش استفاده بکنیم. یک سری بلاک های دستوری اینجا وجود داره بچه ها که الان با یک سریاشون آشنا میشیم، با یک سری های دیگه شون در ادامه آشنا میشیم. در پروژه هایی که درست میکنیم مییم باهاشون آشنا میشیم. اما اولین و مهمترین دستوری که ما نیاز باهاش آشنا بشیم بلاک پن داون هستش بچه ها. پن داون به معنی این هستش که خودکار رو قرار بده، خودکار رو پایین بیاره. یعنی چی؟ شما بچه ها وقتی میخواید یک خطی رو بکشید خودکار یا مداد رو روی کاغذ قرار میدید و بعد شروع به نوشتن میکنید. روی هوا خودکارتون رو تکون نمیدید بچه ها. روی اون سطحی که میخواید براتون اونجا نوشته بشه یا خط کشیده بشه خودکارتون، نوک خودکارتون رو روی اون سطح قرار میدید. اون سطح میتونه کاغذ باشه، مقوا باشه و هر چیز دیگه. این پن داون هم دقیقا همینو میگه که خودکار رو قرار بده. خیلی خب، خودکار قرار میگیره کجا قرار میگیره؟ اگر برگردم بیام توی این بخش توضیحاتی که راجبش داده بود میگفت که میتونیم به وسیله اسپرایت هامون بکشیم. یعنی اینکه بچه ها یه خودکاری میچسبه به اسپرایتم و اسپرایت من خودکار رو قرار میده همون جایی که روش ایستاده. وقتی شما دستتون روی کاغذه، خودکارتون رو روی کاغذ قرار دادید، دستتون اگر حرکت کنه چه اتفاقی میفته؟ یک خطی هم برای شما کشیده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه خودکار به دست شما چسبیده و شما خودکار رو قرار دادید روی کاغذ و در نتیجه اگر حرکت کنه دستتون چه اتفاقی میفته؟ خط کشیده میشه. اینجا هم دقیقا همونه.
شما خودکار رو میچسبونید به اسپرایت و اگر اسپرایتتون حرکت کنه برای شما یک خط کشیده میشه. بریم با هم دیگه ببینیم. خب گفتیم که اسپرایت ما باید حرکت کنه. خیلی خب، ما بلدیم یه کاری کنیم اسپرایتمون حرکت کنه. توی دسته‌بندی موشن دستوری داشتیم تحت عنوان موو که میگفتیم به این تعداد حرکت کن، به این تعداد قدم برو جلو. خیلی خب، برگردیم دوباره به سوالمون چی گفته؟ گفته که یک برنامه بنویسید که یک خطی با طول 150 بکشه. این 150 منظورش همون 150 قدمه. خیلی خب، پس من اینو میذارمش 150. خب حالا اینو کجا بچسبونم؟ اینجا بذارمش یا اینجا؟ بذار بذارمش بالا. پرچم سبزم براش بذارم که حرکت کنه. خب رفت، ولی خطی برای من نکشید. اتفاقی نیفتاد. به خاطر اینکه بچه ما اول حرکت کردیم بعد خودکار رو گذاشتیم. عین این اول خودکار رو دستتون بگیرید رو هوا تکون بدید، بعد بذارید رو خودکار، بعد بذاریدش روی کاغذ، بعد توقع داشته باشید که توی اون کاغذ شما چیزی نوشته شده باشه. نه، شما حرکت رو قبلش انجام بدید. پس جای اینا باید عوض شه. اول خودکار رو بچسبونیم به اسپرایتمون، بعد حرکت کنه. خیلی خب، پرچم سبز رو میزنم و به به، یه خط خوشگل برای ما کشیده شد. دوباره اگه پرچم سبز رو بزنم، به همین صورت برای ما خط میکشه. خیلی خب بچه، بریم با یک دستور دیگه آشنا شیم. الان یه اتفاقی افتاده، من برنامه‌م یه بار اجرا میشه، خب تموم میشه و میخوام دوباره اجراش کنم. وقتی دوباره اجراش میکنم این خط قبلی ها هنوز هستن. من میخوام برنامه جدیدم خط جدید بکشه دیگه. خط قبلی که فرضاً 10 تا برنامه قبلی اجراش کردم، 10 روز پیش اجراش کردم، دیگه نمیخوام اینجا باشه که. چیکار میکنم؟ از پاک استفاده میکنیم دیگه. ما وقتی میایم با مدادمون مثلا یک نقاشی میکشیم جای خط میخوره، این پاکش میکنیم. خب چیکار میکنیم؟ خیلی راحت اینجا از این دستور اولی که این بالا هست استفاده میکنیم. دستوری به عنوان erase all. erase به معنی پاک کردنه. حالا اونایی که انگلیسیتون، بچه‌ای که انگلیسیشون خوبه میدونن که پاک کن میشه چی؟ میشه eraser. پاک کن. خب erase all هم خود erase به معنی پاک کردنه. all هم یعنی همه. erase all به معنی پاک کردن همه است. خیلی خب، من روی این کلیک کنم میبینید همش پاک شد. خب دوباره میام خطای جدید میکشم، چون دوبار بچه اجراش کردم اینو چسبیدم به همه، وگرنه 2 تا خط 150 یه موقع اشتباه نکنید. خیلی خب. خب من باز دوباره همون مشکل رو دارم. خب چیکار کنم؟ خب میام این دستور رو میذارم اول میگم که پرچم سبز زده شد، اول همه رو پاک کن، همه خطا رو پاک کن، بعد بیا خودکار رو قرار بده و حرکت کن ببینم چی میشه. به به، خیلی هم عالی. همه خطای قبلی پاک میشه، فقط خط جدیدم که به طول 150 هست برای من رسم میشه. خب سوالم یه ادامه ای داشت. رنگش قرمز باشه. یعنی چه رنگ قرمز باشه؟ چجور میتونیم رنگش رو عوض کنیم؟ آفرین. دیدین اینجا که یک رنگی وجود داره، پس قاعدتا این دستوره باید مربوط بشه به تغییر رنگ. بله، من اینو میارمش اینجا. نوشته set pen color to. set به چه معنیه بچه ها؟ set به معنی تنظیم کردن، مقدار دادن، این معنی ها رو میده. مثل من تنظیم کردن اینجا بنویسم تنظیم کردن، قرار دادن، یا مقدار دهی کردن و غیره. یعنی چی؟ set pen color to. set گفتیم یعنی چی؟ یعنی مقدار دادن، یعنی تنظیم کردن. pen یعنی خودکار، color یعنی رنگ، to هم یعنی به. کلش رو با هم بخونیم. set pen color to یعنی تنظیم کردن خودکار به رنگ، این رنگی که اینجا وجود داره. خب من روی این کلیک میکنم، یک پالت رنگی برای من اینجا ظاهر میشه که من میتونم از این رنگ رو استفاده کنم
کمرنگ و پررنگشون کنم، درجه روشنایی و تیرگیشون رو کم و زیاد کنم و اینجا هم میتونم خود رنگا رو بچه ها عوض کنم. خیلی خوب، گفت رنگ چه رنگی؟ قرمز. من قرمزش میکنم. خب اینو کجا بچسبونم؟ اینجا بچسبونم؟ نه. اینجا چی؟ اینجا میشه. آره میشه. اجاش کنم؟ آره خیلی هم خوبه. بالاترش میتونم؟ بذار من اینو بیارمش اینجا. رفع چسبیده. میتونم بذارمش اینجا ببینم میشه. مشکل داره یا نه؟ نه هیچ مشکلی هم نداره. چرا؟ به خاطر اینکه آقا اول گفتیم ما بیا همه چی رو پاک کن، بعد بهش گفتیم که بیا رنگ خودکار رو قرمز کن، بعد خودکار رو قرار بده. بچه این تنظیماتیه که برای خودکارمون انجام دادیم. ما تا قبل از اینکه حرکت انجام بشه میتونیم همه تنظیمات رو برای خودکارمون انجام بدیم. یه تنظیم دیگه هم بهتون یاد بدم بچه‌ها. سوال ازمون نخواسته ولی خودم میخوام که اضافهش کنم. set pen size to. حالا این چیکار میکنه؟ set گفتیم یعنی چی؟ مقدار دهی کردن، تنظیم کردن. یعنی اینکه اندازه سایز بچه یعنی اندازه، یعنی اندازه خودکار من رو قرار بده با یک عددی. خب من اینو بیام بچسبونمش اینجا. حالا فرقی نمیکنه کجا بشه و قبل از حرکتمون باید باشه دیگه. میذارمش مثلا اینجا. خب نگاه کنید بچه‌ها، من الان خط میکشم. خب همه چی عادیه. اگه این عددو بکنمش مثلا 5 ببینید چه اتفاقی میفته. خط من چی شد؟ اندازش ضخیم‌تر شد. اگه بذارمش 10 چی؟ می‌بینی خط ضخیم‌تری برای من داره میکشه. پس به وسیله این ست پن سایز تو هم میتونیم اندازه خودکارمون رو تغییر بدیم. به همین راحتی. حتما بچه برای خودتون خطهای مختلف با رنگها و اندازه ها و طوله های مختلف رسم کنین تا قشنگ مسلط بشین. ما هنوز کارمون با دستور پن تموم نشده و قراره که باز هم از این دستور استفاده کنیم و پروژه های جذابی هم قراره باش درست کنیم. قراره اوج خلاقیتمون رو استفاده کنیم. مراقب خودتون باشید. اگر سوالی داشتید حتما توی بخش نظرات از من بپرسید و بچه‌ای که با من در ارتباط هستن میتونن پروژه‌هاشون رو برای من ارسال کنن. دوستتون دارم. تا جلسه بعدی، خدا نگهدارتون باشه.